در شبکه‌های اجتماعی ویدیوی برخورد خشونت‌آمیز وضعیت پداگوژی نسبت به خوانندگان خردسال در یکی از مکتب‌های تاجیکستان نشر شده است. در ویدیو یک زن که چهره‌اش دیده نمی‌شود تمام خوانندگان خردسال یک صنف را مجبور می‌کند که تا آمدن معلم‌هاشان دستان خود را روی پرده و سر خود را بالای دستان خود گذاشته خوب بروند. کدام سر تا بالا کرده جو به جو میکشمد. تهدید میکند این زن به کودکان و آنها هم از ترس جرأت بالا کردن سر خود را نمیکنند، چون که این زن بین قطارها گشته کودکان را که ناخودآگاه سرشان را بالا میکنند میزند. در این بین به صنفخانه یک خواننده دیگری که دیر کرده بود میدراید. زن او را برای دیر آمدنش نکوهش میکند و سپس او را هم وادار میکند که به جایش گذشته نشیند و مثل دیگران سرش را بالای پرده گذاشته خوب برود. سر تا برداشته میکشمد. تهدید میکند این زن. به اون کودک دیر آمده هم کی و در کدام مکتب ثبت شدن این ویدیو معلوم نیست، ولی از لحن گفتگوی اون زن برمیآید که این حادثه در مرکز یا جنوب تاجیکستان رخ داده است. معلوم نیست که این زن معلم است یا یگان کارمند به اصطلاح تکنیکی مکتب که از وی خواستند تا آمدن معلمه این صنف را نظارت کند. بسیاری رفتار او را همچون یک عمل کاملا غیر پداگوژی محکوم کرده از مسئولان معارف و دیگر نهادهای ضد دخل خواستند که شخصیت او را معین کرده نسبت شورای قانونی بیاندیشند. وزارت معارف و علم تاجیکستان هنوز به این ویدیو واکنش نکرده است.